پرویز پرستویی بعد از مدت‌ها سکوت در مصاحبه‌ای گفت ترسی از اینکه ممنوع الکار بشم ندارم، چون من دوستان لطفاً تا پایان این ویدیو جالب با من همراه باشین. پرویز پرستویی بازیگر خوب کشورمون که با دریافت 4 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد از جشنواره فجر در بین بازیگران ایرانی رکورد داره، در یک مصاحبه جنجالی اعلام کرد که ترسی از اینکه ممنوع کارش کنن نداره. او گفت میخوام ممنوع کارم کنن و دیگه کار بهم پیشنهاد نکنن. خب نکنن. من مسافر کشی کردم، جوشکاری کردم، آلماتور کار کردم، بستنی فروختم، باقلوا فروختم، بلورسازی کار کردم، همه کارا رو انجام دادم. من اگه الان بخوام برم بلورسازی 6 نفر زیر دستم میتونن کار کنن. این پینه دستم رو هم که میبینید به خاطر بلورسازیه، چون من از نوجوانی کار کردم. اصلا نیازی ندارم به پول سینما. کاربران دنیای مجازی در واکنش به این حرفای پرویز پرستویی حرفای زیادی رو زدن که همشون نشون میده پرویز پرستویی در قلب اکثر مردم ایران جا داره و یک هنرمند مردمیه. با هم بعضی از حرفای کاربران دنیای مجازی در واکنش پرویز پرستویی به ممنوع کار شدنش رو مرور میکنیم. شما آقای پرستویی یک انسان با شرف، با دین و ایمان هستید. شما اسطوره اخلاق و معرفت هستید. درود بر شما مرد بزرگ و دوست داشتنی. آقای پرویز پرستویی عزیز، شما در قلب میلیون‌ها ایرانی جای دارید. شرف یعنی پرویز پرستویی. دمت گرم. همین که بدبخت بیچاره ها رو سر میزنی و کمک میکنی نشون از معرفت و مردانگیت داره. البته از وقتی معروف شدی که توی فیلم مارمولک جیب پسره رو توی ماشین زدی. در بین هزاران کامنتی که با آقای پرویز پرستویی نوشته شده حتی یک کامنت منفی رو هم نمیتونیم ببینیم و این نشون میده که ایشون در دل مردم ایران جای داره. اخیراً در ماجرای گم شدن پدر آیسان اسلامی بلاگر معروف باز هم اسم پرویز پرستویی بر سر زبانها افتاد. بعد از پیدا شدن پدر آیسان اسلامی، آیسان در لایوی گفت همه دست به دست هم دادن، همه حال دادن، دستشون درد نکنه. باز هم میگم آقای پرویز پرستویی، تا حالا ندیدمت اما 38 ساله که میشناسمت. خیلی مردی که 6 روز زندگی تو زدی و اومدی نوشهر و همش توی آگاهی هستی. در حالی که اسم تو ترلی 18 چرخم نمیکشه، بلند شدی اومدی آگاهی. پرویز پرستویی در روستای چالو از توابع شهرستان کبوتر آهنگ به دنیا اومد. پدر وی کشاورز بود و زمانی که وی 3 ساله بود به تهران مهاجرت کرد. دوران کودکی و نوجوانی را در یک خانه اجاره‌ای کوچک در محله دروازه‌قا سپری کرد. او در مدرسه صادقیه اسلامی در کوچه گمرک تحصیلات ابتدایی خودش رو به پایان رسوند. پرویز پرستویی با پس‌انداز کردن 11,000 تومان خانه‌ای در حوالی ترمینال جنوب خرید. مدتی به ورزش علاقه‌مند شده و دروازه‌بان تیم کارگران بود. پس از این زمان به مرکز رفاه نازی‌آباد رفت و شروع به آموختن تئاتر کرد. پرویز پرستویی در سال 1360 و زمانی که 26 سال سن داشت مدتی به عنوان منشی در دادگستری تهران مشغول به کار شد که مدت 2 سال در دادگاه خانواده و 8 سال در دادگاه کیفری بود. پرویز پرستویی در نهایت به خاطر علاقه زیادی که به تئاتر داشت به سمت تئاتر برگشت و فعالیت هنری خودش رو دوباره شروع کرد. کارنامه هنری پرویز پرستویی بسیار پرباره. او در سال 1362 فعالیت خودش رو در سینما با فیلم دیار عاشقان شروع کرد و در همان ابتدا مورد تحسین همه قرار گرفت. بازی او در فیلم آدم برفی و لیلی با من است در نقش‌های متفاوت باعث شهرت بیشتر وی شد. نقطه اوج وی در سال 1376 در بازی در فیلم آژانس شیشه‌ای در نقش حاج کاظم بود. در سال 1382 پرویز پرستویی بار دیگر چشم‌ها رو به سوی خودش خیره کرد. بازی ماندگار او در نقش رضا مارمولک در فیلم مارمولک از کمال تبریزی جایزه بهترین بازیگر مرد رو از جشنواره فجر دریافت کرد. او در انتخاب مجموعه‌های تلویزیونی خودش گزیده کار بود. او در 3 فیلم تلویزیونی امام علی، آوای فاخته و خاک سرخ بازی کرد. دوستان نظر شما در مورد شخصیت و کارهای هنری پرویز پرستویی چیه؟ ممنون میشم در کامنت برام بنویسین و کانالمو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. روزگارتون خوش.